دیر 30 ایول ساعتی 5:11 بگو یک مقاله چاپ شد در رسانه آزادگان وابسته به آنکه کارمندان هلال احمر هنگام سفر به ولایت مختار کوهستان بدخشان و هنگام بازگشت در ناحیه درواز شفیاری خود هلال احمر از طرف کارمندان هلال احمر گویا که لط و کوب شده باشد. وابسته به این قضیه مذکور من میخواهم روشنی اندازم که وابسته ما در کارمندان هلال احمر هنگام بازگشت از ناحیه اشکاشیم ولایت مختار کوهستان بدخشان با درواز و بعد روزا بعد شام خوراک شام خوردن کارمندان همه با مهمانخانه جابجا شدن از جمله شخصا خودم و بعد مهمانخانه کارمندا من از چیز برآوردم برای که ما باید گشته همون بگو شهر دوشنبه می اومدیم اینجا مجلس داشتیم کارمندا را چیز کردیم که یک جای میشین میریم ما از روی نقشه دو کارمند ما باید در فیلال هلال احمر در ناحیه درواز نیز می ایستادم برای بعضا کارهای تفتیشاتی بردن بنابراین ما با یک کس چیز شدیم ماشین خطی طرف سمت دوشنبه حرکت کردیم و در کمتر 1-2 کیلومتر آمدن که زنگ زدن که کارگر دیگرم که شفیار همین خیلی پا شکسته ما از راه گشتیم آمدیم که من پرسیدم خود شمسلو را که چی حادثه شد پاچه چقدر جواب داد که چیز است من در لب لطاق بودم و چیز کردن نمیخواستم گذاشتن که چیردم در درون لطاق زد افتیدم در درون لطاق افتیدم هنگامی افتیدن تا حال نفهمیدم که پاچم شکسته است و وقتی که این کارگر دیگر بعد دکتر میبرن بیمارخانه ناحیوی در اونجا معاین میکنه که پاچه شکسته است و از همین لحاظ وابسته به آن در مجله که دیروز به نشر رسید که گویا که اینها مست بودن یا اینکه این لطوکوب کردن اینجا یگان بحثم چیز نبود یگان لطوکوب جای نداشت مخصوصا خودی من همچون رئیس در اون قضیه که چه خیلی وای افتاده است یا که چی بین وای مثال چیز است عموما من حضور نداشتم در این مورد در بینشون نبودم برای که من در سمت راه بودم در درون ماشین بودم از این چیز نمیکنم وقتی که نه که من ای خودی شخصا ای خودی شمسلو پرسیدم که چی حالت شد گفت من افتیدم پاچم شکست من اومدن پرکور ناحیه دم مراجعت کردم به مقامات ملیس مراجعت کردم که همین خیلی حالت پاچش افتیده است کارمند ما را شکسته است اینا شما چیکار میکنه قاعده میگیرین که چیکار میکنه که پگاه بعد از اینجا رفتن یگان گپ نشود و ساعت بعد اومده خدیدم شخصا من خودم با همراهی پرکور اومده بیمارخانه اون دیدم با پرکور در همونجا پرسیدش که چیزی گفت که همین خیلی من افتیدم دیروز من اینا میدونم این رسانه ها قطعی خیلی این چیز کرده است حاضر وقتی که من بعد مجله بر اومدن شمسدین نگم میزنم شمسدین چیز میگوید کلان شمسلو کلان این کار میکند که رئیس من عموما یگان کس گپ زدگی نیستم وای گفت که همون روزی که من همون چیز کردم تلفنم در دستم نبود تلفنم در دستی اما خیش تبارش بود است یک دو شناسش تلفن در دستی و تلفن در دست خودم نبود